برای توصیف این فیلم همین 3 کلمه کافیه: پر استرس، پیچیده و پایانی غافلگیر کننده. خیلی کوتاه بگم بهتون، داستان از این قراره که یه آدم غریبه وارد یه روستای خیلی کوچیک میشه و یه مدت بعد از ورودش یه بیماری ناشناخته و مرموز تو کل اون منطقه پخش میشه. اهالی روستا میگن همش به خاطر ورود این آدم غریب است، وگرنه قبلش که همه چی خوب بود. اما یه پلیس تا به خودش بیاد بره ببینه داستان از چه قراره، میبینه بله دختر خودشم دچار این بیماری مرموز و ناشناخته شد و حالا مجبوره هرچی سریعتر معمای پیچیده این داستان بیماری رو حل کنه. همین الان فیلمو برو دانلود کن ببین، میخ خوب میشه.